جمعیت سهامی کشاده ترانسفورماتور در شهر قرغن‌تپه بعد افت و خیزهایی که 12 ساله اخیر داشته است دوباره به کار درآورده شد و دهها ایستگاه برقی یا ترانسفورماتور را به فروش برآورد. کارخانه سهامی ترانسفورماتور در شهر قرغن‌تپه یکی از عظیمترین کارخانه های تولید ترانسفورماتورها در تاجیکستان بود که بنا به کمبود مالی چند سال اخیر تولیدش را به مراتب کم کرده و دهها کارمندش را به رخصت بیمزد فرستاده بود. مقامات میگویند در چند ماه شروعی دوباره این کارخانه 280 در ترانسفورماتورها استحصال کرده شده است که نسبت به سالهای پیش به مراتب بیشتر می باشد. محصولاتی که آنها بعدی به کار انداختن کارخانه به فروش گذاشتند 10 میلیون سامانی را تشکیل می دهد. مسئولین کارخانه میگویند که آنها از اولی سال از خارج کشور در حجم 5.5 میلیون سامانی محصولات های خام خریداری کردند و تلاش دارند که حالا همکاری هایشان به روسیه و دیگر کشورها توسعه بخشند. چند سال اخیر این کارخانه در روبروی مفلس شوی قرار داشت. میزان تولیداتش ناچیز بود و تنها گهگاهی برای مشتری ها از افغانستان دستگاه های استحصال برق تولید میکرد. حالا کارشریکی اصلی کارخانه ترانسفورماتور در شهر قرغن‌تپه شرکت دولتی برق تاجیک می باشد که از روی شرطنامه برایشان ترانسفورماتورها می سازند. دوباره فعال شدن کارخانه عظیم ترانسفورماتور در شهر قرغن‌تپه در حال است که هنوز سال پیش کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان سهمیه های جمعیتی سهامی کشاده ترانسفورماتور را به فروش گذاشت، ولی با تلاش رهبریت فعلیش کارخانه از تندر گرفته شد و به سرمایه خصوصی دیگر باره به کار درآورده شد. نظرعلی دولتشویف میگوید تمام سرمایه های خود را برای نجات کارخانه و زنده کردن استحصالات روانه کرد و میگوید برای درست چرخاندن کار کارخانه نه تنها سرمایه و شرایط اینفراساختاری بلکه مدیریت درست و زمانوی لازم است. فیض‌الدین رجبوی ساکن 56 ساله ناحیه باختر میگوید او 34 سال پیش برای کار به کارخانه ترانسفورماتور شهر قرغن‌تپه به کار آمد. از سبب از کار ماندن کارخانه او نیز چند سال پیش بیکار بود. در این میان مجبور شد برای کار به مهاجرت رود ولی از درآمد ثابت محروم بود. این ترانسفورماتور ما میبریم همون کاره معاش از زیادتر است. هر پرابلم کم تر همین زندگی دشوار بود. البته برای سالانه پسرا میخواندن نبیرا میخواندن برای مکتب برن سال چوکه کم تر تحصیل حاضر نقص دیگه خدا را شکر. رجبوف برنده است. وقتی دوباره به کار برگشت احساس کرد که کاری در گذشته معمولی بریدن تنوکه و ساختن ترانسفورماتور یک لذت خاصی داشته است. معاش این کارمند صاحب تجربه حدود 2000 سامانی است و او میگوید از کارش راضی است چون این معاش برای چرخاندن زندگیش کفایت میکند و مهم این که بیکار نیست. در شوروی سابق در کارخانه ترانسفورماتور زیاده از 1200 نفر کار میکرد ولی بعد اینکه کارخانه تولیدش کم شد اکثر کارمندانش را جواب داد. حالا مسئولین این کارخانه امیدوارند که با راه اندازی شدن نیروگاه راغون بیکار شدن محدودیت برق در تاجیکستان کاری آنها نیز زنده می شود.